سلام، امیدوارم خوب باشید. گاهی وقتا بین دندونا اسپیسینگ وجود داره. این اسپیسینگ ها خودش دلیل و کاندیدی میشه که شما قالبگیریتون رو به صورت دیجیتالی انجام بدین. حالا من سلیقه‌ای عمل میکنم، گاهی وقتا با اسکنر قالبگیری میکنم، گاهی وقتا همون کانونشنال خودم رو دوست دارم و قالبگیری میکنم. حالا برای دوستانی که حالا یا اسکنر ندارن یا با یک چنین کیسی مواجه میشن که میخوان کانونشنال قالبگیری کنن، اگر این فضاها رو نبندید مثل این ماده قالبگیری گیر میکنه به این صورت. و وقتی که شما قالب رو میخواین در بیاره، این پاره میشه و پاره شدن این کل قالبگیری شما رو دیستورت میکنه و میتونه دچار اختلال کنه شما رو. این فضاها رو افراد با مواد مختلفی میبندن، ولی بهترین ماده امتحانش کنید ددوکسه. ددوکس از کجا گیر بیاریم؟ حتما دست دندون دنچه رو دیدید که دندوناش روی یک سری موم چیده شده، اونو میگن ددوکس. اون مومو میتونی از تکنسیانتون بگیرید که دست دندون رو استفاده کردن و در این فضاها قرار بدید به راحتی و میبینید که چقدر راحت جدا میشه. بعضیا کویت میذارن یا اینا کویت و اینا اذیت میکنه، یعنی خوب جدا نمیشه. اینها اصلا چسبندگی ندارن. بنابراین این فضاها رو به راحتی میتونید با این مومهای ددوکس پر کنید تا بتونید قالب مطمئن و دقیقی داشته باشید.